تو اگه دختر بودی چیکار می‌کردی روز اول مثلا بفهمی دختری چیکار می‌کردی؟ منم میرفتم میدادم. سلام دوستان، امید عباسی هستم با یکی دیگه از برنامه‌های پشمریزان. امروز یه مهمون ویژه داریم، آقا مجید برادر کوچیک‌ترم. سلام بچه‌ها، خیلی خوشبختم که توی این برنامه در خدمت شما هستم. موضوع برنامه پشمریزان امروز دوربین مخفی‌های خفن ایرانیه. بدون معطلی فقط لطفا سابسکرایب یادتون نره، لایک هم بزنید، همتون دوستان. بدون معطلی بریم که اولین کلیپو با هم ببینیم. بریم. یک روز بتونی دختر باشی چیکار میکنی؟ راستش میدم به همه میدادم. داداش من دوستان برم بدم. شد رفیقای سینگل بگورم یا حرکتی میذارم. میرم دوباره. داش نرخو میاریم پایین. بسیاری روز پریود باشه نشه یا از شانس ما روز پریود اولین کار لخ میشم. چرا لخ میشی؟ کشف کنم چی به چی. تو اگه دختر کلا باشی بیادبم. آره کلا اصلا یعنی واقعا پسرا به نظر من اگه پسرا یه روز دختر بشن دخترها بدتر میشن، یعنی واقعا یعنی تایلند رو بذاریم تو جیبمون. تو اگه دختر بودی چیکار می‌کردی روز اول مثلا بفهمی دختری چیکار می‌کردی؟ منم میرفتم میدادم. زیپ شلوارم اومده پایین. من فرقی زحمت نیست بکشید بالا. یا بریم بابا مسخره کردی. نه بابا نه وایساده چه بولی؟ کو کسی نیست. خب برو بده مامانت فرات ببنده. نمیگم بکشید پایین، میگم بکشید بالا. یا پایین کشیدی بهتر بودیم تا بکشیم بالا. زیپم اومده پایین نتونستم بکشم. شما میتونید زحمتش رو بکشید. همونجوری که شلوارتو پوشیدی بده بالا دیگه. نمیدونم. حالا نه جلوی یه دقیقه. من ناخونم خیلی بلند. آخه زیپ اصلا دیده نمیشه. برو اشکال نداره. نه این بره نگاه. دیدی چی شد؟ دو پسر زیپش کشیده پایین، تو دستاشو باند کشیده بود، به دخترم میگفت بیا بکش بالا. دم خسته نباشی. سلام. من ماساژور خیابونی هستم. ماساژتون بدم. میره هیچ مشکلی هم براتون باز کنین. دستاتون رو باز کنین. مثلا اینجا وایسی من. پاتون اگه میشه یکم ارزششون رو باز کنین. در بود پشت ماساژ. الان خوبه؟ آره خوبه. پشت اگه ماساژ بدی ترجیحاً. شاید جلو گرفتگی داشته. نه نمیخواد. گرفتگی یاد داره. یا ابوالفضل تو میدم. ماساژ نمیخواد. چه ماچی کرد پسر، دیدی؟ فکر کن یارو فکر کن مثلا یکی بیاد تو پارک دختره بیاد مثلا بهتون بگه برگرد میخوام ماساژت بدم، بعد برگرد ببینی یارو با این همه ریش برای یکا پشت سرت وایساده. حالا پسرام بعدشون نمیومدن گفت ماساژ بده، میگم این پایین‌تر، ولی حیا رو داشت رعایت می‌کرد، میگفت نه اینجا نه جلو، بیا همون پشت. بنده خدا پسرم همچین بچه باحال بود، حجم و حیا بود. آره با حجم و حیا بود. مشکل داری چی دیگه داشت نگاه میکنی چپ چپ؟ بسنی میخوری؟ عمر نگاه میکنی عمر نگاه کن. چه کاری آقا، خجالت بکش. نشسته داره بسنی میخوره. من اصلا با شما کاری ندارم. چی شده؟ یود زد تو صورتم. بخش داداش بیا اینجا بشین شو. قول میدی آدم؟ فکر کنم شرمنده شد. فهمیدی چی شد؟ که خوشو زد به کوری، مثلا من کورم. بعد خب یکی نداره تا یکی من هر سر زمان هست. میذارم یه مشاوره دارم. من برم. شما تشریف کنید. شما دنبال سیاسی. چه کدوم؟ یعنی که اول بالا بدن پایین؟ نه هر بارم خیلی نزد. نه لوالی فکر کم میدن. فقط اول کدوم بدن؟ بعدش ببینم. چیکار کردی؟ نه اوه سرت کنم. برای چی؟ دکتر یا شطوری؟ وای فکر کرد دکتره ماچش کرد. یعنی دکتران تو دوربین مخفی اینجوری میذارن تو مطب براشون بد نمیشه؟ نمیدونم. البته فکر کنم با مثلا با بیمارشون رضایتشون رو مثلا میگه با رضایت خودشون میذارن، خیلی بده این. ببخشید عذر میخوام. اینجا چی نوشته؟ چی میشه معنیش؟ بوسم. چیکار می‌کنی؟ خودتون گفتید بوستون کنم. اینجا نوشته. شما خودتون میاد میگی بوسم کن. آقا اینجا مگه نمیگی نوشته نیستی؟ خب معنیش چی میشه؟ شما چرا داش میبرد خونه عادی میگفت بیا ببرمت خونه. مگه نمیخوای بوس مگه ماست نمیخوای بیا ببرمت خونه. خوشش اومده بود. زدم از زنگ زدم که به بابام گفت چقدر سر حال رفتی، چقدر حالت خوبه، سکته کرده. میگم تو چش کردی؟ اگه اینجوریه که مثلا من هزار ماشاءالله الان دارم خوب با هم میگم میخندن دیگه، الان اینا دعواشون مات بشه. آقا نه
میگم بگم آخه اگه این بیفته دیگه به قرآن من چشام میرم کور میکنه. هزار ماشاءالله ایشون چه خوب کار میکنه. خب دوستان تا اینجای برنامه اگه حال کردین خوشتون اومد اون سابسکرایب رو بزنید، ما رو حمایت بکنید، بذارید ما هم انرژی بگیریم و برنامه‌های بهتر براتون بسازیم. بدون معطلی بریم ادامه برنامه رو ببینیم. سلام خوش اومدید. واسه معذرت میخوام. اینا سایز من دارید از اینا؟ برای خودت میخواد؟ آره داریم. خود رو بزن. قشنگه؟ عالیه. رنگش خیلی خوشگله. منم شبیه شما دوست پسر من حقیقتا. شبیه من. آره خوشتیپه مثل خودت. سلامت باشی. یا رفته دیدی؟ رفته تو لباس فروشی داره لباس زنانه مینی جوپینا میگیره میگه دوست پسرم شبیه تو فروشنده. خداییش این چجوری روتون میشه آخه من تو رو میشه دور مخفی اینجا کنم. منم الان به زور بودم جوری دور معلم داداشی نو بنیاد تا داراشی. اوه چیزه؟ بله اینم یه برنده مثل این که خانواده مرغیان اومدن اینا میخوام دیگه بگیرن ازتون اینجا. آره دیگه داری میکشیشون آخه. قصاص الان من باید زنگ بزنم به خانواده مرغیان که بگم اون وقت بگم نادیده بگیرن. حرکت شده بود. جدی میفرمایین؟ تا اینا رو ما الان کجا میبینیم؟ حالا خاک سپاری کیه؟ پس فردا دهن تو سرویس. یارو رفته تو مرغ فروشی میگه تو این مرغا رو کشتی باید دیگرشون رو بدی. خاک سپاریش که یه چه پایه بود. یارو مرغ فروشی هم چه پایه بود. میگه فردا پس فردا خاک سپاری تشریف بیارید در خدمت باشیم. همدستی ها کدوم مواظب باش. گاز نگیر. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایی؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ جان شماره واسه چیته؟ شماره مرسی. خودشو زد بود به لالی گفت شماره بده. دختره که شماره ده گفت مرسی. یعنی یه روش جدید برای مخزنیه. فکر کنم احتمالاً نوآوری کرد. نوآوری بود توی مخزنی چیز نوآوری انجام داده بود. کره خر حرومزاده رو نگاه کن. وای نمیدونم با اینجوری حرف نزن. با گوشی حرف میزنم داداش. چته؟ باشی. من با گوشی حرف میزنم. زنم اینجا نگاهت یکی میکنم. آره کاری ندارم با تو با گوشی نگاه کن. عشق هستی؟ یاردی چه عشق از این لاتیشا بود. اینم اومده آقا با دور مخفی با هر کسی نمیشه شوخی کرد که. لاتیشو پر کردی دیدی؟ یه زد فکر کنم اونجاش اومدن گفتم آقا نکن دوربین مخفیه فلان. سریعم قطع کردن. آره سریعم قطع کردن دوربینو. آخ این اگه تو رو بگیره پارت میکنه. میتونه یه سری ساختگی باشه فکر کنم مثل دوربین مخفی خیلی. آره منم موافقم با این. یه سری از دوربین مخفی‌ها 100% هماهنگ شده است. یعنی شک نکن توش. یعنی شخص از قبل همه برنامه‌ها چیده شده، صحبت‌ها انجام شده که آقا ما می‌ترسیم این کارو بکن، اون کار شاکی شو یا مثلا تعجب کن بترس ما رو بزن. منم قبول دارم این حرف تو رو. چون ایرانی 90 جنبه ایرانی یه ذره ماشاءالله عصبی هم. بعد 90% اینا به نظر تو هم منم همین. به نظر تو هم میگم به نظر منم همین. یعنی باید موافقم. واقعا خیلی جنبه دوربین مخفی و این چالش‌هاشون ندارم. آفرین هماهنگ شده است. جنس جوره جمجمو یکم کم جنبمو. دوستان خیلی ممنون تا آخر برنامه همراه ما بودین. خیلی دوستتون دارم. لطفاً سابسکرایب رو بزنید، لایک و زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوی جدیدی اومد اولین نفر باشیم میبینینشون. یعنی اگه حمایت های شما نباشه ما هم دلخوشی نداریم، نمیتونیم برنامه بسازیم. خیلی دوستتون دارم. تا یه پشمریزان دیگه خداحافظ. خلاص.